ویدیو را تا آخر تماشا کنید و عذر زیاد که بعد یک رکلامچه خرد که اسپانسر ویدیوهای ما میباشد خبر را آغاز مینماید. диққат шахсоне ки хоҳиши бор равон кардан доранд ба тоҷикистон акнун ин фурсат фаро расид. мумкин ки ҳозир бисёри одамо бигӯянд ки граница маҳкама ё чӣ хел мебаранд. граница барои мошинҳои грузавой ҳуяй бародаро ино метавонанд ба рақамҳои рӯи экран буда занг занед даставка бепул. як замон барои бор фиристодан ба тоҷикистон азоб мекашидем. ҳамдеҳа мегуфтем кӣ меравад ки ман фиристонам. акнун ин муаммо аз байн рафт. замони мо фаро расид. шумо метавонед ҳар чӣ ки доред аз Москов ба тоҷикистон равон кунед. бо тариқи мошинҳои боркашон фура кафолат медиҳад ки борҳои шумо ба хонатон рафта мерасанд. муҳим он ки тезтар ва 100% кафолат. چشمان مستت منو دیوانه کرد، این دل عاشق شد منو ویرانه کرد. آغوش گرمت بوی عطرت با قلب خستم دل به تو بستم. نم باران یه دل آرام این قلب من با تو بی شود آرام. موهاتو وا کن منو صدا کن این ترس دوری تو از من جدا کن. نم باران یه دل آرام این قلب من با تو بی شود آرام. موهاتو وا کن منو صدا کن این ترس دوری تو از من جدا کن. بیا ببینم. واسه سوشی سفارش دادم. حتما دوست داری. بفرمایید. چون نمیدونستم چه نوعشو دوست داری از همشون سفارش دادم. نوش جان. چطوری بخورم؟ خب دیگه شروع کن. این ژاپنی‌ها واقعا کارشون رو بلدن. روغن برنجشون نسبت به ما خیلی کمه، برای همین هر چی میخورن چاق نمیشن. ولی میدونی چیش بیشتر از همه حال میده؟ نمیدونم. میتونه تنوعش باشه. این لعنتیش. هر چقدر تلخ داره بهتره. خوبه. جلسه با اصلی چطور بود؟ راستش نمیدونم. یه عالمه سوال پرسید و منم جواب دادم، ولی فکر کنم اصلا ازم خوشش نیومد. اونو ولش کن. اصلا هیچکی اهمیت نمیده که اون چی میگه. مهم نظر لطیفه است. ولی ظاهرا لطیفه خانم زیاد شرکت تشریف نمیاره. راستش صبح به من SMS زده بود که میاد. به من گفت که تو رو به همه معرفی میکنه. اما نیومد. نمیدونم چرا نیومده. امیدوارم اون الماسا رو پیدا کرده باشه تا شاید اینجوری از شر این بازی خلاص بشه. من و عمر واقعا خوشحال میشیم که خدمت برسیم عمو طاهر.
خیلی ممنون. آره پیش منه، جلسه داره ولی خب سعی میکنه همان کنه و بیاد. باشه عصر هم دیگه رو میبینیم. میبوسمت. چیه عصر میریم واسه شام؟ من میرم تو نمیای. چنان سوتی میدیم که مامان سر 5 دقیقه میفهمه دوست پسر. خدمات موبایل کجاست؟ تشریف ببرین جلو دست راست. خیلی ممنون. من میتونم سوتی ندم ولی تو رو نمیدونم. تو به فکر خودت باشی. هیچ کس باور نمیکنه که تو یه کارخونه دار باشی که چندین سال روم زندگی میکنه. ای بابا من همچین مشتاق نیستم با تو جایی برم. تو باعث این اتفاقات شدی. اگه نمیومدی بالا مامانم تو رو نمیدید و الان مجبور نبودم با این اتفاقات جدید سر و کله بزنم. خب تو هم کارهای مشکوک نکن تا منم شک نکنم و بتونم بهت اعتماد کنم. من کارهای مشکوک میکنم؟ تو حتی میدونی من صبحونه چی خوردم ولی من در مورد تو هیچی نمیدونم. حتی نمیدونم واقعا دیوونه ای یا هیزی. اصلا هیچی از تو نمیدونم. هر کی ظاهر تو ببینه فکر میکنه خانم با شخصیتی هستی ولی اینجوری نیستی. تو یا من؟ ببخشید چطوری میتونم کمکتون کنم؟ این گوشی شکسته، میتونیم اطلاعاتشو ببینیم؟ بله. به من میگه هیس. آقای لونت به من گفتن که هنوز اینجا هستی. بله منتظر زهرا خانومم. بفرمایید. مدارک لازم برای اخراجتون. متوجه نمیشه. مرسی که وقت گذاشتین و اومدین ولی شرکت ما تصمیم گرفت که با شما همکاری نکنه. ولی بهار خانم روز خوبی داشته باشین آقای لونت. اصلی مرد چه خبر؟ سلامتی. تو چه خبر؟ سلامتی میگذره. نه خیلی تعجب کردم. نیلوفر چطوره؟ چی کارا میکنه؟ بعد از تشییع جنازه عمو احمد اصلا ندیدمش. از دستش عصبانیم. چند روزه که زنگ میزنم و جواب نمیده. مگه تو نمیدونی که نیلو رفته نیویورک تا ماه می هم بر نمیگرده؟ مگه نیلوفر استانبول نیست؟ مرد چرا داری چونه میزنی؟ نیلوفر نیویورک، باهاش که صحبت کنم حتما سلامتو بهش میرسونم. باشه؟ به خودت خوش بگذرون. باشه؟ خوش بگذرون. بیا وایسا. بیا اینجا. مرد چی کار میکنی؟ ولم کن. مگه دیوونه شدی؟ ولم کن. بیا اینجا دیگه. بیا اینجا بابا. ولم کن. مرد 1000 بار زنگ زدی. دیوونه ای تو؟ دیگه به من زنگ نزن. خب ببین بابام فوت کرد. تو چرا درکت انقدر پایینه؟ اگه باز به من زنگ بزنی یا سر راه سبز بشی قسم میخورم که زنگ میزنم و همه چیزو به بابات میگم. باورم نمیشه. من اصلا از این اتفاقات خبر نداشتم. اون فیلم توی دیسکو همون شب جنایت ضبط شده. نیلوفرم بعد تو رفته اونجا. تو اونجا بودی؟ نه من رفتم خونه. فیلم دومم روزی که نیلوفر میخواسته بره نیویورک قبل از اینکه از خونه بره بیرون ضبط شده. تو میدونستی اینا با هم رابطه دارن؟ نه بابا، نیلوفر و مرد با هم بزرگ شدن. مرد کی؟ پسر عمو طاهره. طاهر همونیه که امشب واسه شام دعوتمون کرده؟ در اصل دوست خانوادگیمونه ولی یه جورایی عموم حساب میشه. خب مرد تولدت اومده بود؟ نبود. البته یه بار با نیلوفر تلفنی صحبت کرد و اسمشو شنیدم ولی پیداش نشد. مرد یکم آدم عجیب غریبیه. بعضی وقتها یه دفعه غیبش میزنه. امشب باید منو با خودت ببری اونجا. بجون. ممنون. خسته نباشی. خواهش میکنم. تو الان واقعا به مرد شک کردی؟ این مرد چه جور آدمیه؟ نسبت به اینکه هر چی میخواد باباش براش فراهم میکنه مسئولیت پذیر نیست. میشه گفت الکلی هم هست. پول زیاد داره ولی عقل اصلا نداره.
الان بیشتر به شک کردم. ما از بچگی دوستیم، با هم بزرگ شدیم. آره بعضی وقتا کاری عجیب غریبی میکنه، ولی نه میتونه آدم ربا باشه نه قاتل. من نگفتم قاتله. شب جنایت نیلوفر خونه نبوده. هرچی تو اداره پلیس گفتین رو حفظ کردم. نیلوفر گفته بود شب جنایت خونه بوده. معلومه یه مشکلی بین اون و مرد پیش اومده یا شاهد یه اتفاقی بوده. ببین لطیفه، من از اولش نخواستم زیاد به استرس بدم، ولی کسی که شما رو دزدیده بود خانواده‌تو خوب میشناسه. یا یه مدت خوب تعقیبتون کرده یا یه عامل نفوذی تو خونتون داره. عمر تو میدونی چی داری میگی؟ یکم از مخت استفاده کن. یارو میدونسته پرواز نیلوفر ساعت چنده، چنان خوب برنامه‌ریزی کرده که هیچ کی شک نکنه نیلوفر رو دزدیدن. چرا؟ چون نیلوفر تو نیویورک درس میخونه. به خاطر اختلاف زمانی و اینجور چیزا هم هیچ وقت در دسترس نیست. بدترین چیز اینه که تو رو خوب میشناسن. خوب میدونن تو جریان رو به پلیس اطلاع نمیدی. به حدی بهت اطمینان دارن که وسط خیابون باهات قرار میذارن. بریم برسونمت خونه، خودم هم برم خونم. خونه این آقا طاهر کجاست؟ یعنی کجا؟ خب قراره به همه چی بگیم؟ هماهنگ نشدیم آخه. من ردیفش میکنم، به اعتماد کن. ببخشید دیر اومدم. مشکلی نداره کاپیتان، دیگه بری. برو پیش اون مرغای دریایی، اونجا ماهی زیاده. خب نیلوفر چطوره؟ خوبه، خیلی آروم شده. اون سطل رو بده به من. امشب لطیفه و دوست پسر شام میان خونمون. چرا؟ خب بهتره از نزدیک بشناسیمش. به من شک داری؟ از پلیس هم پیگیری کردم. من فقط 2 چیزو باور میکنم، چیزایی که با گوشم بشنوم یا با چشمم ببینم. خب الان فرض کنیم که قراره یه عضو تو از دست بدی. کدومو انتخاب میکنی، چشم یا گوش؟ پرسیدم چشم یا گوش؟ گوش. گوشو دست کم نگیر. بعد از مغز بیشترین مصرف انرژی بدنو داره. تا حالا فکر کردی کارش چقدر سنگینه؟ اولین عضوی هم که توی رحم مادر به صورت کامل رشد میکنه گوشه. تازه آخرین عضویه که در حین مرگ میمیره. حالا فکر کن ببین چه عضو عجیبیه. ماهیام عاشق گوشن. خب چون حالت قضروفی داره دیگه، تومه باید یکم سفت باشه که ماهی زود نتونه برداره و بره. الان میاد و خودش به تومه ضربه میزنه. باید ضربه های ماهی رو حس کنی. باید ضربه هاشو حس کنی و بعدشم باید یهو بکشی. اینجوری سوزن میره تو سقف دهنش. ببین اینجوری. میبینی؟ الان گوش رفته تو معده ماهی و ماهی هم رسیده دست من. مهمت تانسل، ظفر بالابان، جنک دمی. آرتا یه لحظه، این هی هنگ میکنه مگه نمیبینی؟ خب این لیستو نمیبینی؟ تا صبح بزنیم تموم نمیشه. چی کار میتونم بکنم آرتا؟ چطوری میتونم سریعتر انجام بدم؟ پیشنهادی داری؟ ای بابا حالا چرا جوش میاری؟
صابری اینجا نیست؟ باید برام نتیجه بازجویی می‌آورد. نه قربان رفته. عشقم خوش اومدی. چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ اون دیوونه اخراجم کرد. کی اصلی؟ به غیر از اونم مگه دیوونه دارین؟ کی این اتفاق افتاد؟ بعد از اینکه من رفتم؟ آره. مطمئنم لطیفه در جریان نبوده. اصلی حق نداره نفری که لطیفه استخدام کرده اخراج کنه. این کار متوجه نشدی. گفتم اخراجم کرد. اخراج شدم. باشه، جوش نیار عزیزم. من قول میدم که همه چیزو خودم رو به راهش میکنم. آخه میخوای چیکار کنی؟ زن برگه خروج رو داد دستم. اصلا لطیفه رو آدم حساب نمیکنه. ردیفش میکنم لونت. درست میشه. وایسا ببینم. مگه واسه این که با لطیفه دوست بشم حتما باید برم شرکت؟ این همه آدم تو خیابون با هم آشنا میشن. یه عالمه راه دیگه هم داریم. واسه مردم عادی آره عزیزم، ولی لطیفه قهرمان دوست داره. واسه همینم برای اینکه واسش مهم بشی باید یه کار خارق العاده انجام بدی و این میتونه نجات شرکت باشه. تو هم که خیلی راحت میتونی انجامش بدی. خب تو دوستتو بهتر میشناسی. مثل کف دستم میشناسمش. پیتزا سفارش بدی؟ بعضی وقتا منم ازت میترسم. بودو زنگ بزن. ممنونم. فکر کردم تا نوبت به من برسه بانک میبنده. خوش اومدین. چطور میتونم کمکتون کنم؟ میخواستم پول بردارم. مینه کاظم شما هستی؟ نه، دختر منه. خب اگه دخترتون اینجا نباشه که نمیتونیم خدمات بدیم بهتون. حساب به اسم اونه ولی بین من و اون مشترکه. بذارین من بررسی کنم. فاطمه آنات شما هستی؟ بله. کارت شناسایی. بله. گفتین دخترتونه، منم فکر کردم حساب ایشونه. 57,000 تا داریم. چقدرشو میخوام؟ 1000 تا میخوام. یا نه 1500 تا باشه. خب دمت بس کن دیگه. کی همچین حرفایی به خوردت میده؟ خب ماما مگه چیه؟ همه این دخترها میرن کلی هم پول در میارن، تازه توی سریال هم بازی میکنن. اصلا میدونی چقدر از این کارا پول در میارن؟ وای چقدر؟ حداقل 500 تا حتی 1000 تا هم میگیرن. چقدر؟ آره خب تازه اگه سریال بگیره که آدم پولدار میشه. مامان جونم خب اجازه بده دیگه، فقط یه عکس قراره بگیرن، یه دونه. ای بابا دمت، انقدر حرف زدی مخم سود کشید. بس دیگه، به گوش بابات برسه جفتمونو میکشه، قلم پاتو خورد میکنه که دیگه نری، فهمیدی؟ ای بابا خب مگه چی میشه بشنوه؟ چی میخوای بشه؟ برو بهش بگو تا ببینی چی میشه. البته به منم نتیجه رو بگو. این مگه فاطمه خانوم نیست؟ فاطمه خانوم خیر باشه. بدهکار بودی یا طلبکار؟ مگه من توی بانک چی کار میتونم داشته باشم؟ چرت و پرت نگو وسط خیابون. حرفم ننداز دهن مردم. مگه من چی گفتم؟ حالا چرا عصبانی میشی؟ همچین شاکی میشی انگار داد زدیم که بانکو زدیم. قبض برقو دادم. حالا شد؟ یه دنیا کار توی خونه دارم فعلا. اینم گیر داده به من. دمت بیا بریم تا هرسمو سر تو یکی خالی نکردم. ساعت 8 میام اونجا. باشه. بریم آقا.
الو. پشتتو نگاه کن. پیاده بیا به سمت دیواره. ماشینای اطرافتم ببین. تو کجایی؟ دنبال کارام هستم. یه فیلم برات فرستادم که نقش اولش خودتی. ظاهرا توجه تو جلب نکرده. دیگه کی میدونه که من تو این کار کثیفتون سهیمم؟ ای بابا، فکر کردی خیلی مهمه. نکنه نقش منفی زیاد برات جالب نبوده؟ برو سر اصل مطلب. اگه اذیتم کنی همون فیلمو میدم دست پلیس. خب از من چی میخوای؟ موضوع کاریه. من واسه شما هیچ کاری انجام نمیدم. انگار متوجه نمیشی. امروز یه اتفاق خیلی بد افتاد. نیلوفر، خب دختر خیلی خوشگل و جذابیه. امروز یکی از افراد من نتونسته خودشو نگه داره و یه حماقتی کرده. میدونی که تجاوز شد که بزرگیه. چی کارش کردی؟ حیوونا چی کارش کردی؟ من نجاتش دادم، نترس، نجاتش دادم، یعنی به زور گرفتمش. اما اگه کاری که میخوام انجام ندی دیگه از آبجیت مراقبت نمیکنم. فکر میکنم که آدما به خودشون خوش بگذرونن. میفهمی که باشه بگو چی میخوای؟ تو کارگاهت واسه من جنس قلابی بساز و روشون قیمت 100 برابر بیشتر از قیمت واقعیشون بزن. بیا این فرم سفارشته. تو 2 هفته آینده 120 از جواهر قلابی تحویل من بده. لطیفه، خیلی راحت میتونی از شر من خلاص شی. اگه این الماسا رو پیدا کنی آبجیتو میدم بهت و دیگه هم منو نمیبینی. لطیفه بجون، الماسا رو پیدا کن. اینجوری هم خودتو نجات بده هم من. پیداشو میکنم. برو. اومد دم در خونه. الان کجاست؟ هنوز اونجا؟ رفت. چرا اومده بود؟ چی میخواد؟ الماسا رو میخواد. عمر خواهش میکنم یکم عجله کن. نمیخوام نیلوفر بیشتر از اینجا بمونه. خواهش میکنم خواهرمو نجات بده. خواهش میکنم. خواهرتو نجات میدم و این کابوس تموم میشه. بهت قول میدم. آروم باش، درست میشه. آرتا داداش، یه خواهشی ازت دارم. جانم داداش. فیلم دوربینای امنیتی اطراف خونه لطیفه رو میخوام بین ساعت 5 تا 7 باشه کار. خیلی خوب باشه داداش. جریان چیه؟ اون یارو بازم اومده سراغش. گفتم شاید دوربینای اطراف فیلمشو گرفته باشن. شاید بالاخره تونستیم قیافه اون کثافتو ببینیم. باشه داداش، سریع ردیفش میکنم. دمت گرم داداش، ممنون. هاکان، دختره اومده خونه. یه لحظه هم از روی خونه چشم بر ندار. باید لحظه به لحظه به من گزارش بدی کی میاد و کی میره و لطیفه خانوم چی کارا میکنه. یه لحظه از روی خونه چشم برداری چشاتو در میارم.
مامان نگفت کجا میره؟ نه پرسیدم. انقدر داره با دقت آماده میشه، حتما داره یه جایی مهم میره. حسینم نیومد، اون میتونست ازش بپرسه. دخترم اینا رو برمیداری نمونه وسط خونه. بیا بگی ببین خوب شده یا نه. مامان جونم مگه میشه تو اتو کنی خوب نشه؟ پسرم یه سوالی ازت دارم. خیر باشه مامان جون، بپرس. واسه چی اینجوری آماده میشی؟ مامان جون، من هیچ وقت کاری نمی کنم که باعث ناراحتی تو خانوادم شم. هیچ وقت. در این مورد شکی ندارم پسرم. مامان گلم، بیا بریم. عمو جون خیلی خوشتیپ شدی. خیر باشه عمر، راستش تعجب کردم. نکنه با اون دوست سیبل همون معلمه قرار داری؟ کار دارم زنده داشت. فعلا مامان جون میبینمت. خوبه که کار داری، چون خوب نیست کار نکنی از داداشت انتظار پول داشته باشی. مامان جونم فعلا به میبینمت. سلامت. منم تا دم در باهات میام. برو به سلامت عمر. هولیا من در رو باز میکنم. خوش اومدی. ممنونم. لطیفه باورت نمیشه امروز چی شد. اصلی امروز آقا لونتو اخراج کرد. به نظرم کار درستی نیست. از طرف من ازش خیلی عذرخواهی کن. فردا بیاد و کارشو شروع کنه. نمیشه که عزیزم. یارو مثل یه بچه قهر کرد، ناراحت شد. نمیدونم باید یه جوری از دلش در بیاریم. آخه یه آدم معمولی نیست که. فردا یه جای دیگه استخدامش میکنن سری. خب چی کار کنی؟ لطیفه نظرت چیه من فردا واسه شام دعوتش کنم و دوتایی تنها باشین و یکم مخش رو بزنی و راضیش کنی ها؟ چی میشه؟ فکر خوبیه، ولی حتما یادآوری کن وگرنه یادم میره. تو اصلا نگران نباش عزیزم، حتما یادآوری میکنم. بهار خوش اومدی. ممنونم. لطیفه تو با ما میای یا با دوستت میای اونجا؟ راستش خاله زرین منو که دعوت نکردن. تو واسه خودت یه دوست جونی دیگه پیدا کردی؟ وا مگه تو نمیدونی؟ لطیفه دوست پسر داره، آقا عمر. با هم داریم میریم خونه آقا طاهر. تو دوست پسر داری؟ مامان جون شما برین، من با عمر میام. خیلی وقت ایتالیا بوده، ممکنه مسیر رو اشتباه بره. میخوام پیشش باشم. خوب نیست جدا جدا بریم، ولی به هر حال دیر نکنین. اصلی، تانر، آماده شدیم؟ تو دوست پسر داری و من خبر ندارم. میخواستم بهت بگم. باشه لطیفه، باشه، مهم نیست، اشکالی نداره. خب قهر نکن. نترس منم. میبینی هی تون تون میام که تو نگران نباشی. اصلا ممکنه که امشب و اینجا بمونم. نترس، همه چی مثل قبل میشه. بازم قراره هر کاری بخوای انجام بدی. خواهرت خیلی دوستت داره واسه تو تلاش میکنه. خواهرم خوبه؟ آره خوبه. میخوای بریم هواخوری؟ یکم راه بریم، حالت جا میاد. فقط بیرون هوا سرده، یه چیزی بپوش. بجنب.
لطیفه بیا. اینو از کجا گیر آوردی؟ اجارش کردم. یکم پول میدی یه چند روزی پولدار میشی. البته فکر میکنی پولدار شدی. سوار شو. خوبه؟ ظاهرت خوب شده؟ تو هم خوشگل شدی. زرین جون تو هم میخوای؟ استرسو کم میکنه. نه نمیخوام، ممنون. من و اصلی مشروب نمیخوریم، مگه نه اصلی؟ والا من میخوردم ولی خب الان شدید تحت کنترلم. کاش دیر نکنن. مامان واسه چی عصبی شدی آخه؟ نگران نباشی، رو 2 روز دیگه میره پی کارش. الکی خودتو اذیت نکن. ای بابا اصلی، خب شاید این دفعه تصمیم لطیفه جدی باشه. اون که بله، بذار ببینیم یارو هم تصمیمش جدیه یا نه. لطیفه وایسا. خب بیا. ببین تأثیر اولیه خیلی مهمه. اگه اینجوری بریم تو میفهمن که عاشق هم دیگه نیستین. خب چی کار کنی؟ باید یکم صمیمیتر باشی. چطوری یعنی؟ خب خودت بفهم دیگه. واسه اینکه باور کنن باید یکم به هم نزدیکتر باشیم. البته در حدی که مامانت ازم متنفر نشه. این تابلو یکم. آره این دیگه چیه؟ مثل زن و شوهرای پیر شدی. دستم. آخه الانم که در حدی ماشین فاصله داریم. به من گفتن که زود میان. طاهر جون ببخشید واقعا. مشکلی نداره زرین جان، خودتو اذیت نکن. من گرسنمه. میشه بریم سر شام؟ مگه نه پینار؟ تا هم میگفتی که امروز هیچی نخوردی. آره منم موافقم. ها اومدن. من میرم پیشواز جوونا. دخترم من درو باز میکنم. ببخشید عمو طاهر. خوش اومدین بچه ها. سلام. طاهر دوندار هستم. عمر جانر هستم. از آشنایتون خوشبختم. یه جورایی عموی لطیفه محسوب میشم. تعریفتون رو خیلی از لطیفه شنیدم و میدونم خیلی براش عزیزین. منم دوست داشتم همینو در موردتون بگم، ولی شما اون سر دنیا بودین و لطیفه هم چیزی در موردتون نگفته بود. به هر حال امشب آشنا میشیم و صمیمی‌ترم میشیم. منم خیلی مشتاقم. بفرمایید. عصر همگی بخیر. سلام زرین خانم. سلام. یکم دیر کردین، ترافیک بود؟ ببخشید مشکل از من بود. نه که خیلی وقت استانبول نیامده بودم، خیابونام که خیلی تغییر کردن، واسه همین چند بار مسیر رو اشتباه رفتم. مگه GPS ندارین؟ سلام. تو باید اصلی باشی. تو هم تانر. خوشبختم. ببخشید که تو خطاب کردم، آخه لطیفه خیلی در مورد شما صحبت کرده.
دلتنگ که میشه حرف میزنه. میگفت یه بار با هم رفته بود این مسافرت سوئد، نه؟ سال 2001 بود، درسته؟ لطیفه حداقل 50 بار برام تعریف کرده اینو. لطیفه؟ راستش من اصلا یادم رفته بود. اصلی جون مگه میشه؟ خب جان نیست؟ دوست داشتم ببینمش. همه چیزو میدونی ها؟ پیش باباشه، ولی خوب که نیست، چون اگه بود نمیذاش کسی با لطیفه حرف بزنی چون عاشقشه. ظاهرا خیلی حرف برای گفتن داریم. بریم سر میز؟ آره، خیلی وقته که سر پا موندیم. فکر خوبیه. عمو طاهر مرد نیست، میخواستم ببینمش. چرا اینجاست؟ مرد تو صدا میزنی عزیزم. چشم طاهر جان. آرتا اون تلفن رو ول کن، اسم بعدی رو بخون. من خیلی حوصله‌ام سر رفته، گرسنه‌ام هستم، یکم استراحت کنیم. نه من ادامه میدم. برین آرتا، قاضی پرونده دنیزه رو میخواد. بیاین اتاقم تا جمع جورش کنیم. چشم قربان. یه لیستی هم از اسامی اون افرادی که سر ملک با احمد دنیزر مشکل داشتن و برام جور کن بیا. چشم قربان. بدیمشون به قاضی که واسه بازجویی احضارشون کنن. شما چی کار میکنین؟ مگه پرونده نخواستم ازتون؟ پرید. گفته باشم این جلسه تا صبحم تموم نمیشه. چی شد؟ کاری پیش اومد؟ خب بگین دنبال چی هستین تا براتون انجام بدم. چی شد خب؟ مگه نمیگفتین داداش کمک کن از ما حمایت کن؟ هی بابا چیه مگه؟ خب بده دیگه دخترم. خب دنبال چی هستیم؟ قربان باید ببینیم کدوم یکی از این افراد سوء سابقه دارن. عکس اونایی که سوء سابقه دارن رو میخوایم. تازه عمر. خیلی خوب بسته. نمیخوام بدونم واسه چی میخواد. هدفم کمک کردن به داداشمه. وگرنه نمیخوام تو کارتون دخالت کنم. قربان جلسه که تموم شه میایم پیشت. باشه. خوشبختم. منم همینطور. خب چطوری آشنا شدین؟ داستانتون در حد فیلم ها هست؟ عزیزم تو تعریف کن، عمر بهتر تعریف میکنه. راستش زیاد در حد فیلم ها نیست، موضوعش کاری بود. ما واسه الفجم سنگای قیمتی تامین میکنیم. یه روز در مورد سفارشاتشون یه مشکلی پیش اومد. منم خواستم از لطیفه عذرخواهی کنم ولی خب نذاشتن باهاش صحبت کنم. البته شما بهتر از من لطیفه رو میشناسید. معمولا حرف طرف مقابلش رو گوش نمیده. یکم لجبازه. ولی این بار حق با اون بود. واسه نمایشگاه باید یه سفارش رو آماده میکرد. عصبانی بود، هی تلفن رو قطع میکرد. منم دیدم اینجوری نمیشه، پا شدم رفتم کارگاهش. دوست داره آدمو سورپرایز کنه، بدون توجه به مکان و زمانش یهو جلوی آدم سبز میشه. یه بار بدون هماهنگی رفتم پیشش، نشستم تو هواپیما، اونو داره میگه. داشتم میگفتم بعدش که رفتم پیشش، لطیفه تصور میکرده که عمر جانر یه پیرمرد 70 سال است. از دیدنم خیلی تعجب کرد. واسه آشتی کردن شام دعوتش کردم رستوران. یکم حرف زدیم و از اون روز تا الان با همیم. و هنوزم شیفتشم، چون قشنگترین هدیه‌ای که زندگی به من داده. این اتفاقات کی افتاد؟ تابستون
البته هوا که آفتابی میشه من معمولا فکر میکنم تابستون. بچه منطقه سردسیرم. پس بچه سردسیری؟ اهل کجایی؟ آنکارا، اصالتا آنکارا دیکمن. ولی قندیل به دنیا اومدم و بزرگ شدم. ابتدایی و راهنمایی و لندن بودم و واسه ادامه تحصیلاتم رفتم روم. بعدش هم که دیگه اونجا موندم، نتونستم برگردم. من فقط یه چیزی رو نفهمیدم. ما سنگای قیمتی رو از آفریقای جنوبی میگیریم، شرکتتون اصلاً برام آشنا نیست. اصلی جون معمولا همینطوره که میگی، ولی من واسه کلکسیونای خاص سنگا رو از شرکت عمر میگیرم. نگینایی که میارن واقعا گرون قیمت و خاصه. اوه، پس منم دوست دارم هرچه سریعتر ببینمشون. حتما. سنگ دیگه. نمیدونم شما خانوما چرا انقدر جذب اینا میشی. اسمش که میاد فوری چشماتون برق میزنه. راست میگی. الماس خطرناکترین چیز روی کره زمینه. میدونستین تنها چیزی که میتونه الماسو ببره خود الماسه. خب پس به سلامتی لطیفه و عمر. خوش اومدی، باعث خوشحالی ما شدی.